السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال اولین چنین بود: پیامبر اکرم محمد صلی الله علیه و سلم کی و در کجا تولد شده اند؟ جواب درست این است: بله برادران، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه 12 ماه ربیع الاول در سال فیل مطابق به 22 اپریل سال 571 میلادی در مکه مکرمه به دنیا آمدند. و در بعضی کتاب ها می بینیم که 20 اپریل سال 570 نوشته شده است، ولیکن این خطاگی سال شماری میلادی است و نه خطاگی ما، بلکه ما می دونیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روز دوشنبه، در صبح روز دوشنبه 12 ماه ربیع الاول تولد شده اند. برادران و خواهران عزیزم، از همه شما منتدار هستم که به این سوال و جواب ما اشتراک نمودید و در آینده هم سوال ها می شوند. منتظر باشید و برادر، یار و دوستان خود را هم به این گروه دعوت نمایید. مقصد ما این بسیارتر دانستن از حیات پیامبر، از تاریخ پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و در آخر از شما طلب می کنم که دعا کنید در حق ما و در حق همه برادران مسلمان دنیا هم دعا نمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.